میخوایم یه پمپ بنزین انژکتوری بذاریم تو باک پاترول. باک پاترول برای کاربراتور درست شده، 2 تا شیلنگ اینجا داره که این شیلنگا برای رفت و برگشت کاربراتورش بوده. این برای ورودی بنزین که میزدی از اینجا میومده توش بنزین میزد. این قسمت اون قسمت جلوش، اینجا عقبه، این سمت شاگرده. خب کاری که ما میکنیم این که پمپ بنزین انژکتوری چون همیشه باید فشار بنزین درست بکنه، باید همیشه توی جایی باشه که بنزین توش باشه، یعنی مخزنی داشته باشه که همیشه بنزین توش باشه و پمپ بنزین همیشه بنزین بکشه و بتونه به موتور بده. چون یه لحظه اگر نتونه فشار تامین بکنه، یا موتور یه دفعه افت میکنه یا اینکه یه دفعه خاموش میکنه. انژکتور مثل کاربراتور نیست که پیاله داشته باشه بنزین توش جمع بشه، حالا یه ذره شیب بگیره بتونه چیز کنه. تو کاربراتور باز یه مدت زمان تو شیب باشه بنزین خالی میکنه و پیاله‌ش هم خالی میشه، دیگه نمیتونه بنزین بکشه. این اراده پاترولا دارن همشون. حالا کاری که ما میکنیم این که باید این باکه رو بشکافیم. این باکه خودش خیلی به درد نخوره، جنسش نمیدونم راحت میشه جوش داد یا نه. این باکه رو میخوام بشکافیم، با بنزین انژکتوری توش کار بذارم. من بفل میخوام براش درست کنم، یعنی همون حالت مخزن شکلی میخوام براش درست بکنم که همیشه بنزین توش بمونه. بفل یه سیستمیه که وقتی تو شیب میره، چپ میره، راست میره، جلو میره، عقب میره، یعنی تو شیب بالایی، شیب سرپایینی، شیب چپ، شیب راست، بتونه تو هر حالتی بنزین بهش برسونه. حالا تو سربالاییش برای ما خیلی اهمیت داره، تو چپ و راست شدن برای ما خیلی اهمیت داره، تو سرپایینی رفتن زیاد اهمیت نداره. یعنی تو بالا رفتن و شیب گرفتن، دور گرفتن، اگر هر جوری بنزین کم بیاره یا خفه کنه یا به ایسته، یه لحظه خفه که نمیکنه، کاربراتور رو خفه میکنه. یه دفعه بخواد کپ بکنه، زور نداشته باشه، بخواد خاموش بکنه، احتمال چپ کردن و چیزای دیگه هم داره. برای همین یکی از چیزای پر اهمیتی که برای ماشین آفرود، چه ماشین دریفت هم همینجوریه، ریس هم همینجوریه. حالا تو آفرودش اینو داریم توضیح میدیم، تو آفرودش اهمیت داره این که فشار بنزین رو بتونیم پشت سر هم و ثابت به موتور بدیم و برای همون باید چیزی تو باک درست بکنیم که الان میخوام این کار رو انجام بدم و شما بتونید ببینید. اولین چیزی که تو باک پاترول در میاد میشه ببینینش، این درجه باکشه. به این میگن درجه باک. درجه باک یه پتانسیومتره، یه پتانسیومتریه که این وقتی اینجوری باک پر میشه این میاد بالا، وقتی خالی میشه این میاد پایین. یعنی اینجوری تو باکه بنزین میاد، این شناوره، اینو هول میده به سمت بالا، وقتی بنزین خالی میشه این میاد به سمت پایین. این رو بنزین شناور میمونه همیشه. اینجا یه پتانسیومتر متغیر داره که این که وقتی میاد اینجا مقاومتش زیاد کم میشه. مثلا اگه من بخوام اینو با اومتر بگیرم، یه دونه اومتر رو یه جا میزنم سر این، در حالت بنزین خالی خالی این داره اومش رو 92 اوم داره نشون میده، 93 اوم داره نشون میده. وقتی بنزین پر میشه اومش میاد دیگه به 2 اوم، 2.7 اوم، یعنی به صفر نزدیک میشه. پس وقتی بنزین پر میشه این اومش کم میشه، وقتی بنزین پر میشه، بنزین خالی میشه، اوم این زیاد میشه. وقتی میارم وسط 34 اوم، وقتی جمع میکنم اومش کم میشه، وقتی ولش میکنم اومش زیاد میشه. یه پتانسیومتر متغیره. پتانسیومتر متغیر چیز ساده ایه، کارکردش خیلی ساده است. خب درجه باکش الان کاری ندارم، درجه باکش میذارم سر جای خودش بمونه، چون به نسبت ارتفاع این باک درست میشه درجه باک. یعنی ارتفاع باک وقتی پر بشه بنزین میاد بالاتر اینجا، وقتی خالی بشه میاد پایین. میذارم سر جای. اینجا رو شروع میکنم شکافتن، چون اینجا تسمه میخواد رد بشه، تسمه خود باک. اینجا رو میشکافم و داخلش ببینیم که چطوری میتونیم بفل درست بکنیم و اصلا چی توش هست. بریم که ببریمش. منو ببر. یه چیزی فقط قبل از بریدن، ما این باکه رو 2 روز هست که بازش کردیم. روز اولی که باز کردیم داخلش انقدر آب ریختیم که هرچی اول بنزینش رو خالی کردیم، بعد هرچی که بنزین داخلش بود انقدر آب ریختیم داخلش که دیگه تهش بنزینی نمونده. یعنی امیدوارم که بنزین دیگه نمونده باشه، چون بو بنزین که دیگه نمیده. تهش حالا یه مایع هست که دیگه اون آب که قاطی شده که بنزین رو خالی کرده باشه. چون اینو می‌خوایم ببریم جرقه میزنه، اگر بنزین توش باشه آتیش میگیره. شروع کنم بریدن.
این سیستم مکنده خودش بوده، قبلا از این میکشیده بعد میومده اینجا، از اینجا سمت بیرون کاربراتور میزده که هرچی بنزین اینجوری تکون میخورده حالا تو شیوا اینا این دیگه چیزی نبوده براش بکشه، تو خود پیاله کاربراتور جمع میشد و اگر یه مدت زمانی تو شیب میمون دیگه بنزین هم کم توش بود دیگه هیچی نداشت که بکشه. حالا سیستمی که ما میخوایم درست بکنیم، میخوایم یه بفل درست بکنم براش و یه دونه اسپریتر باید وسطش سر تا ته باک درست بکنم، سر تا ته که نه، یعنی یه اسپریتر باید درست بکنم که باکو به دو قسمت تقسیم بکنه. ارتفاعش رو اینقدر میگیرم، زیاد نمیگیرم، مثلا ارتفاعش رو حدود 7 تا 8 سانت میگیرم ارتفاع اون چیزه. بعد دو تا کله لوزی یه دونه این ور درست میکنم یه دونه اون ور درست میکنم که بنزین رو تو خودش درپ بکنه و اون اسپریتری که وسطش درست میکنم، یعنی اون چیزی که دو قسمت باکو جدا میکنه، یه جوری باعث میشه که همیشه بنزین وسط اون بفله در اصل بمونه. یعنی اونا بفلی هن که میتونه توی مخزنی بنزین همیشه نگه داره، چه چپ بره چه راست بره همیشه بنزین توش بمونه، جلو بره عقب بره همیشه یه چیزی بمونه. حالا کم اهمیت ترین جاش تو سراشیبیه اینوریه که حالا همه زوایا رو جوری درست میکنم که تو بالا رفتن، چپ رفتن و راست رفتن همیشه بیشترین مقدار بنزین رو بتونه تو خودش نگه داره. بریم که درستش کنیم ببینیم اصلا چی داشتم میگفتم. میاد اینجا 8 سانت مثل اینا اینجوری میاد اینجا. این اگه اینوری بره، یعنی اینا که با هم بلند نمیشن، با باک اینوری بشه بنزینا میان اینجا گیر میکنن، هرچی بنزین تو این هست میاد اینجوری میریزه داخل این اگه اینوری بشه البته با زیرش بلند میشه، بنزینا که اینجا هست میاد داخل این گیر میکنه و تاش هم تو این گیر میکنه. البته این دهنش بسته تره، اینجوریه دهنش اینجوری بسته تره. دو تا شیار رو به داخل اینوری هم داره، یعنی اینو الان دو تا برمیگردونم کله هاشونو اینجوری کله های اینا رو برمیگردونم، اینا به هم فاصله ای که بینش میمونه حدود 3 سانته و یه دونه ورق صفحه اینجوری هم بین اینا میاد. بعد خب این سربالایی که میره اینجوری هرچی بنزین هست میاد توش، این ور که میره هرچی بنزین هست میاد به این میخوره میره داخل این، این وری هم که میشه هرچی بنزین این ور هست میاد داخل این، از این ور نمیتونه فرار کنه از این ور هم نمیتونه فرار کنه. سرپایینی که میره اینایی که هستن بنزینایی که از اینجا میخوام برن بیرون، چون این دوتا یه ذره برعکسن با سرعت چیزتری میرن، با سرعت کمتری میرن بیرون، ولی خب مصرف بنزین سرپایینی هم خیلی کمه. این مقدار بنزینی هم که تو این میمونه اونقدر هست که بتونه تو سرپایینی و چون سرعت لازم نداریم، یعنی مقدار بنزین زیادی لازم نداریم، اون رو فدای اون ستا که داریم میکنیم. بهترین حالتی که میشه برای بفل درست کرد اینه. البته بفل‌های دارای موومنت پارت، یعنی دارای قطعات متحرک هم میشه درست کرد، میشه اینجا هم دریچه گذاشت، ولی ساده ترین نوع بفلی که به دریچه احتیاج نداشته باشه و به بدون قطعه متحرک باشه اینه که درست میکنیم و تو این با آب تستش میکنیم ببینیم چه جوری جواب میده. بریم که ورقه اینجاش هم درست بکنیم، بعد بیایم اینا رو همه رو بذاریم داخل اونجا. ثبت نام کلاس‌های VIP مونم باز شده. اگه میخوایم برین ثبت نام بکنین برین ثبت نام بکنین و
با ثبت نام کردنتون شرکت تو این کلاس‌های وی آی پی یعنی کار ما رو دارین حمایت می‌کنید. دهنشو یه ذره کلای دهنشو بسته تر کردم، پایینشون بازه، سرشو یه ذره بیشتر بستم که ببینیم یه تست دیگه بکنیم ببینیم تو شیب چه جوری میشه. بریم. الان دیگه خیلی بیشتر میمونه توش، مدت زمان موندنش بیشتره. از زیرش فقط خالی میشه، از بالاش دیگه خالی نمیشه. بریم سربالایی. خوبه، سربالاییش خوبه، سربالایی خوبه، بالاخره توش میمونه. خوب، حالا سربالایی و اینوری خوبه، نرخ موندن توش خیلی خوبه. البته الان 7-8 لیتر دیگه، 7-8 لیتر بنزین خیلی کمه. یعنی بنزین زیاد باشه دیگه همیشه یه ذره مثلا از 10 لیتر بیشتر باشه دیگه همیشه تو وافلش بنزین میمونه. خیلی خوب شد. قبلا با 40 لیتر بنزین نمیشد تو شیب رفت، الان با 7-8 لیتر داره اینجوری کار میکنه. بریم که بریم. خداحافظ.